زندگی خود مبارزه است. در مبارزه برای حیات تنها افراد غالب می آیند که سالمند. سالمی جامعه را علم طب و طبیبان تأمین می نمایند. Вы сами свидетели того, что сейчас весь мир охватила пандемия COVID-19. И одна из самых востребованных, самых наилучших профессий – это медики. واقعا هم برای دکتر شدن شخص باید در جایی تحصیل نماید که دانش و ملکه‌اش افزوده با آموزگاران پرتجربه پی دریافت علم‌های نوین باشد. Учебный центр Достай Алло является одним из самых лучших, самых продвинутых центров, в котором сосредоточены наилучшие преподаватели, которые имеют возможность подготовить всех желающих поступить в медицинский вуз. تأسیس مرکز آموزشی دسته اعلا از جانب نفران پرتجربه، شخصانی که علاقه در جاده خود موفق گشتند و پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه جهانی بلند برداشتند، تأسیس داده شده است. وقتی که من خودم طلبه بودم، طلبه مکتب پرزیدنتی ناحیه دنغره تحصیل کردگیم، من با 15 مدال مکتب ختم کردم از فن خیمیا. شخصا خودم من هیچ انتظاری نداشتم که از ولایت سوغ از کوهستان مسچو دو طلبه خیسته به نزد ما میان، لیکن در حقیقت همه چیزام شد. من بسیار خرسند شدم، حقیقتا بسیار خرسند شدم. سایر کوشی حقیقتی اینا پسر من خودش همین کرد، به یگون مبلغ به یگون چی خودش گذاشت. فرزندی من мединститут ройгон гузашт. آرزوهای من عملی شد. میخوام که همه پدر و مادر مواری به امید بیارن فرزندشون رو بسپارن همین بارگاه علم و معرفت به نصیب نمونن. روز تو روز والدین شاهد آن میشوند که در حقیقت زحمت و تلاش های شبانه روزی آموزگاران و خوانندگان نتیجه داده به آرزوهای خود آنها رسیده ایستادند. در اینجا در مو شرایط به نهایت نغز است. در هر یک سیمخانه دستگاه الکترونیک، کامپیوترها برای هر یک کودک کامپیوتر دسترس است. رهبریت مرکز آموزشی کوشش میکنند که در همه مورد درباره والدین бошанд. ما کوشش میکنیم که یگان پدر و مادرمو از خود ناراضی جواب ندهیم. Рекомендую настоятельно готовить своих детей именно в этом центре, потому что высокая гарантия того, что ребенок поступит, уже обеспечена. امیدواریم در آینده نفرانی زیادی به این درگاه آمده تحصیل علم نموده به دانشگاه طبی داخل شده به خلق و وطن خویش صادقانه خدمت می نمایند. تاکسی! با بیمارخانه می روی. این دخترک برای چی بیهوش شد؟ نمیدونم، خدا را شکر که شوهرش همراهش بود و را زود به بیمارخانه برد. اپام کجا شد؟ تو در کجایی ایرین؟ اکا من و اپام برای خرید برآمدیم. ایلیف با توست؟ در همین جا بود اکا، اما او را که یابم به شما زنگ میزنم. خوب من انتظار میشم. خوب.
бубахшед, дар ин ҷо чӣ шуд? як зан беҳуш шуда афти, лекин акнун ҳамаш хуб аст. шавҳараш ӯро ба беморхона бурд. эълон карда метавонед? апам бояд дар мағоза мешуд, аммо чӣ ном дорад? элиф эйлул. мушовир, элиф эйлул эълон дода метавонед то ӯ ба ин ҷо биёяд? фаҳмон, аз миёни муштариёнамон муҳтарам элиф эйлул ғайб заданд. ташаккури зиёд. намеарзад. умедворам ки апаи шумо беҳуш шуда нафтидааст. апам шавҳар надорад. шояд дар утоқи дастшӯӣ бошад. зани беҳушшударо тасвир карда метавонед? мӯяш дарози сиёҳ, миёна қад, зани нозукандом, дар танаш... ба ин акс нигоҳ кунед. хуб, лекин шумо гуфтед ки ӯ шавҳар надорад. самуэл, ин ман нестам, инро сохтаанд. даматро гир. ҳеҷ кас чизе нафаҳмид. камераҳо ҳам чизеро сабт накарданд. ҳама тавре ки мехостем шуд. ака, ту бо духтар чӣ кор мекунӣ? ин кори ту нест, ба ту дахл надорад. дуруст ака, ман танҳо дар мавриди пул фикр мекунам. ӯро ба бордони ин мошин мегузорем. хуб ака, пул тайёр аст, ҳамин тавр не? тайёр аст. بیا پولهایت را گیر. از جزدان چی قدره که خواهی گیر؟ اکا تشکر به تو. چه روی داد؟ اکا نخواست که من در برش باشم. بعد یک مردی زنم بیهوش شد گفته او رو برده است. با تاکسی رفتم. من رقم تاکسی رو گرفتم. این برا بودن مانند است. اتاق نظارتی در کجاست؟ در این طرف اکا. در کامراها چی آشکار شد؟ او در لیفت از هوش رفت. ثبتی چی خیل به مغازه در آمدن او هست؟ در یگان ثبت او خوب به نظر نمیرسد. او رویش رو از کامراها پنهان کرده است. بهتر از همه در لیفت دیده می شود. عقیب گردان. در همین جا نگاه دار. کلامتر کن. باز هم. کلامتر. کفایه. چاپ کن.
апаамро кӣ дуздида ки пулот? ӯро меёбем. ман метавонам ки ҳамаро бифаҳмонам, Самуэл. чӣ тавр ба ин кор даст завӣ? ман ҳеҷ коре накардам, Самуэл. қасам мехӯрам ки касе ба мо дом сохтааст. ин рост нест. ё ман ба ту хиёнат карда метавонам? аз ин хабар доштӣ бетӣ? бетӣ? бале. ин палид кист? ман ӯро намешиносам. ҳеҷ гоҳ надидам. иҷоранишини ман. кадомаш? аз ошёнаи поён. оё медонӣ ки фоҳишагарии ту ба ман чӣ арзише хоҳад дошт? ин диск аз як дӯстам ба ман расид. ба ман танҳо ба Самуэл занг задан ва гуфтани он мемонад ки ӯ ба он ҷое ки лозим нест бинӣ нахалонад ва он гоҳ мансаби барон насиби ту хоҳад шуд. оё бо доштани танҳо як зан барон шудан мумкин аст кирви? ҳатто қарахонлӣ баъди он мурд ки занаш аз дунё баргашт. бифармоед ҷаноби зиё. фаҳмо, меоям. бе иҷозати ман ягон кор накунед. ҳардуятонро ҳам мекушам. эҳан духтаракро гусел кун. хуб ака, ягон ҳодисае рӯй дод? эрҳан, хонум Нина, ту бояд фавран аз инҷо биравӣ. ягон ҳодисае сар зад? Нина, мемати, абдулҳай, биёед. роҳ гард. ин аксро фавран ба ҷонон фирист. бигзор тавре фаҳмад ки ин кист, то ин ки полис чизеро пай набарад. ин кист устод? элифро дуздиданд.
اجاره نشینی بیتی بعد یافتن شما کسی یافتن نتواند. فهمیدم. شما چرا او را میجوید بانو ادوکات؟ چون که با من یک بار دغلی کرد. برای همین. مردم دیوانه میشود. قانون نو ما را الکی اذیت داد. اون هنوز با حکم قانون ندر آمده است. جناب خدمتچی، از چیزی در روزنامه خوانده شده خلاصه برآوردن لازم نیست. من خیلی ناراحت هستم. از سحر باز چیزی نخوردم. مشکلی ندارد، حاضر میارم. ده اوه تو پلیدی پستی بیشرف. اینقدر سال زندگی دارم لیکن چون این آدم ربایی را بار اول میبینم. خوب تشکر. اکا تاکسی رو دزدیدند. پلیس اون را میجوید. انا معلومات درباره شخصی که او را دزدیده است میمتید. به خانه اش روید و دوستانش را یابید. حتی اگر خودش را هم پیدا نکنید حداقل یگان چیزی یابید. این شخص در تجاوز گناهکار کرده شده است. این آنقدر ساده نیست. این به من دخل دارد. باور دارم اگر یگان چیزی را معلوم کنند زنگ میزنند. لیکن شما باید او را پیدا کنید. تو خیلی خوش اقبال هستی که دیسک به دستی من افتید. آن اگر به دستی من نمی رسید آنگاه این به برادری عزیزی من ضرر می رسند. دیسک رو چرا به خانه هم فرستادید؟ میتونستید به من دهید. در این گناهی من نیست ساموئل. زنی خودت خطایی صادر کرده است. هر کس باید آن را بیند. اما آیا میفهمد مگر؟ شما او را کی را کرده بودید جناب زیا؟ من به چنین بیناموسی راه نمیدیم ساموئل. این کارتون بیناموسی است. برای مغلوب کردن من این مرد را به بستری زنم گذاشتید و سپس ثبت نموده به من تهدید میکنید. من زنت را مجبور کردم که در بستر بخوابد. مرا گوش کن سمی. تو خودت را برای بران شدن سزاوار می‌حسابی. فکر میکنی که در موردی همه چیز میدانی. فکر میکنی که تمامی دنیا را به خود تابع کرده ای. لیکن تو نمیدانی که در خانه چی روی میدهد. تو خودت کی هستی که برام شوی؟ این نوار را در هیچ جا پهن کردن نمیتونی جناب زیا. به این صورت نمیرسد. من در تمامی کوچه ها اعلام نامه ها می آویزم ساموئل. با من بازی نکن.
تو رو خیلی عمیق میگرانم. تو از من چی میخوایی؟ پگاه در شورا اعلان میکنی که از دعوای بارانی به نفع من دست میکشی. من باید دستی پلیکچیوم تو اینجای را بینم که تو را تهدید کردی وقت نامی مرا گیرند. از دعوای باران شوی دست میکشم، ولی به من باید وعده دهید که در دست شما هیچ گونه ثبت ویدیوها نمیماند. من آنها را الکی نیست کردم ساموئل. من تو رو دوست می‌دارم ساموئل. تو اگر با تجربه تر می بودی، اگر 10 سال کلانتر می بودی، من بی شک و شبهه تو را دستگیری میکردم. کار خطا می شود اگر نرگس قرخانلی به ما همراه شود. او در کجا بود وقتی که ما این شورا را تشکیل کردیم؟ او شوهرش رو از دست داد نظام‌الدین. تو این رو بهتر از همه میدانی. او باید برای شوهرش ماتم گیرد. سیاست کاری او نیست. شورای ما به یک خانواده اطاعت نمی کند. آنچه که در این تجربه کرده شده است تنها به ما دخل دارد. این تنها کاری ما است. میترسم که این نوع مداخله بیشتر میگردد تا زمانی که کرسی بران خالی است. کمک تو به من لازم است. داخل مرا نغز میشناسی. من طور عمل خواهم کرد که قرخانه میکرد. لیکن اگر ساموئل و یا لازیه را انتخاب کنند، آنها تمامی باقی مانده ها را نصف میکنند. از ما چیزی باقی نمیماند. پلیچ، تو در مورد آن فکر میکنی که گذشته را چخیل حفظ نمایی، لیکن شورا به میراث سپرده نمی شود. قراخانلی مرد، میراث او از هم پاشید. ایفی قراخانلی حاضر در کجا هم نباشد، او آرامش ابدی را کسب نموده است. لیکن تو طوری رفتار میکنی که گویا شورا میراث او است و در تشویش هستی که در کرسی بران کی خواهد نشست. من تشویش نمیکشم نظام‌الدین. اگر تو نباشی، نرگس انیق خواطر است. بر زمین تو میگویی به مثل قراخانلی حکم خواهی کرد. قراخانلی اگر درست رهبری میکرد، آنگاه حاضر همراه هم میبود. میترسم که راهبری یک مرام عیناً چنین نتیجه خواهد آورد. من خیلی ناراحت میشدم اگر عیناً چنین تقدیر نصیب تو گردد. تشکر به تو برای همدردی صمیمانه‌ات. اما میبینم که بجای خواهش برای کمک رساندن، از تو خواهش باور کردن به پیشروی مفهومی شورا نسبتاً درستر خواهد بود. بله. در اصل این ستون یادبود مصری است. آن سال 1600 پیش از میلاد به شرف فرعون توتموس در کرنک گذاشته شده بود. این ستون یادبود از خراسان که یک لخت گلابی ساخته شده بود و سال 390 آن را به استانبول آورده در اسپرس نصب کردند. آن در بالای 4 سنگ مکعبی مرمری گذاشته شده، از 4 طرف با تصویرها پوشانیده شده است. در روی آن چه تصویر یافته است پروفسور؟
در آن فیادوسی یکم پسران، زن و خدمتگارهایش صحنه از اسپریز و در میدان نصب کردن ستون یاد بود تصویر شده است. در قسم پایانی ستون یاد بود دو کتیبه یاد بود به زبانهای لاتینی و یونانی موجود است. و زبان لاتینی ستون یاد بود گویا خودش به سخن می درآید و درباره سببی در چند روز ساخته شدنش نقل می کند. من هرچند قبلا مقاومت را پیش گرفته بودم، برای اطاعت کردن به حاکمان آرام و آسوده فرمان گرفتم تا اینکه با مغلوبیت ظالمان حقیقت را به همگان برسانم. همه با فیادوسی و سلاله جاویدانه او گذشت می کند. در این همچنین حقیقت من هم هست. من مغلوب شدم و مدت 3 روز مجبور بودم که زیر حاکمیت پراکلاس قرار داشته باشم. در کتیبه یونانی چی نوشته شده است؟ کتیبه یونانی آنقدر پر اسرار نیست. در اینجا ستون گپ نمیزند. این ستون 6 تیره است که در زمین خوابیده است و تنها امپراتور فیادوسی جرأت کرد که آن را دوباره بسازد. پراکلاس برای اجرا کردن فرمان دعوت شده بود و این ستون بزرگ در مدت 32 روز نصب کرده شده بود. هدف ساختن چنین ستون‌های یاد بود رساندن فشار روانی بود. امپراتور نیرو و تواناییش رو به مردم نشان دادن میخواست. پروفسور، معلوم است که در دنیا 30 ستون یاد بود موجود است. 7 آنها در مصر در وطنشان هستند. باقی مانده ها باشند در انگلیا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و ترکیه. این یگان معنا دارد؟ بله صافی، این کشورها نقطه های مرکزی جهانند. اگر بر رمزها توجه نمایی آنگاه میفهمی که چنین هم هست. ستونهای یاد بود در گذشته رمز بودند و امروز نیز چنین محسوب میگردند که رمزی در آن تصویر شده را بسیار جامعه های پنهانی استفاده میبرند. شما در مورد جامعه های مخفی گپ زدید. این چیست؟ دوستانش درباره این شغال یگان چیزی میدانند؟ اکا آنها در کوچه همسایه‌اند. بچه‌ها را به آنجا فرستم. فرست. بگذار آنها را بازپرس کنند. خوب اکا. پرمیوس، آن را یک طرف گیر. پرمیوس، آن را به من بده. در این چیز نوشته نشده است که داروساز آن را معاین میکند. کوشش کن تا بفهمی. بشینید. شما رو در این وقت زحمت دادم چون که در وضعیت مرکب قرار دارم. هیچ گپ نه. ضد من سوءقصد تشکیل کردند. با یک از ماشین‌های بارکش من مواد مخدر گذاشتند، عملیات گذراندند و گفتند که در انتخابی بران من اگر ساموئل رو دستگیری نکنم مرا در حبس میشینانند. این کار رو ساموئل کرده است؟ عیناً چنین است. شما با جناب ژیا با چی مصلحت آمدید؟ هیچ مصلحتی نبود. پس چرا شما او را دستگیری کردید؟
او در شورا از همه کلانسال‌تر است و از همه تجربه‌ناک‌تر است. قرار دادم که دستگیری کردن جناب زیا کاری درست خواهد بود. شما چی کارها را به نقشه گرفته اید؟ نمیدونم. مجبورم که ساموئل را دستگیری کنم. اگر با من چنین رفتار کرد پس با دیگران نیز رحم نمی کند. با خدا که یک هفته باز رویش را ندیدیم. در اینجا با من قسم خوردن لازم نیست. اکا الکا یک هفته شد که ما او را ندیدیم. در دوام ما او پولی خیلی زیاد صرف کرد. او پول را از کجا گرفت؟ نمیدونم اکا. ما پرسیدیم که از کجا. او باشد گفت که ما دخالت نکنیم و با زودی باز هم پولی بیشتر میگیرد. وای غلطی رفتار میکرد. بسیار هم گپ نمیزد. اکا او با شما یگان کاری بدی کرده است. به این نوبکار رسانید که او را میابم و میکشم. ما خواهیم هم یافته نمیتونیم اکا. لیکن همین که پیدا شود به شما خبر میدیم. الو؟ خب در همانجا انتظار شوید. اکا تاکسی رو یافتم. من نیتی رفتن داشتم. چی گپ شد ساموئل؟ در دست لازیو دیسک است. اون چی دیسک است؟ زنم با من خیانت کرده است. لازیو اگر نامزدیم را نگیرم همش را پهن میکرده است. این نوار کی آماده شده است؟ نمیدونم. پیش از مرگ قراخانلی و یا بعد آن؟ پیش از مرگش. بعد مرگ قراخانلی او بیرون نبرآمد. پیش از مرگ قراخانلی آیا یگان کس میدانست که دوای بران شدن داره؟ نمیدونم. شاید با دیگر مقصد ثبت کردند. لازیا این کار را کرده نمیتوانست. من به این پروا ندارم نظام الدین. با من تهدید میکند لازیا. این مخالفی قانونهای شورا است. تو این را اثبات کرده نمیتوانی. به نظام الدین امید بستن لازم نیست. تنها یک کار کردن میماند. کدام کار؟ همه‌شان را کشتن. تو چقدر همه آنها را میکشی؟ اگر پگاه در جلسه نتیجه دلخواه را به دست ناریم به هیچ کس اجازت نمیدیم که از اونجا براید. بعد چی میشود قلیج؟ هیچ چیزی نمیشود نرگس. اگر ما را انتخاب نکنند آنها ما را نیست میکنند. لیکن من اگر همشون را بکشم پس ما زنده میمانیم. این نهایت به اندیشگی خواهد بود قلیج. من چی کار کنم نرگس؟ مرا به کنج پیش کردند. من نمیفهمم که نظام الدین چی مقصد دارد. او به من نزدیک است و همزمان خیلی دور است. نظام الدین چرا به من زنگ میزند؟ الو؟ خب میایم. با او چی لازم است؟ واخوردن. او همراه ساموئل است. میگوید که مهم است.
بپوش. ایزی دستان را پاک کنید تا یگان چیز باقی نماند. با پلیس زنگ زنید و بگوید که تاکسی یافت شد. استاد، کار نسبتاً مرکب تر گردید. آنها این شخص را کشتند. شب خوش. شب خوش. تاکسی. سلام. آنها زنگ نمیزنند. یگان خبری هست میمد؟ اکا طوری که گفتم همه کار پیچیده تر است. کسی او را استفاده برده کشته است. ака парвандаҳои судиеро аз назар гузарондан лозим аст ки онҳоро бо ну адвокат бурдааст. ӯро шояд аз боиси ин дуздиданд. гап дар ин нест. ӯро аз боиси ман рабуданд. ки? ин шояд кирве бошад. элиф? мо аллакай медонем ки ӯ чӣ гуна разил аст. ӯ ҳама корро мекунад то маро ба ягон кор гирифтор кунад. ин метавонад лаззиё бошад. мо набираи ӯро дуздидаем. шояд рӯзҳо бошанд. шояд рӯзҳо. баъди салим аз онҳо ҳеҷ чиз ба гӯш намерасад. шояд самуэл бошад. او به این چی دخل دارد؟ او همه کار را میکند تا اینکه بران شود. چی گپ است؟ медонӣ ту ҳаётатро сӯзондӣ. мо ба ҳама рафта мерасем ва дар мавриди ҳама чиз мефаҳмем. нафареро аз одамони кирвӣ харид. ака ин мушкил хоҳад буд. вақти дар бораи душвориҳо гап задан нест мематӣ. ягон касро ёбед. дар воқеъ дар он ҷо як ришат ҳаст. ӯ чӣ қадари пул хоҳад бидиҳ ва бигузор ҳамеша бо мо кор кунад. ҳатто агар кирвӣ элифро надуздида бошад ҳам ӯ ба ҳар ҳол ба мо лозим мешавад. хуб ака, бачаҳоро ҷиғ мезанад. исто. мо аз насрин мефаҳмем ки лаззиё элифро дуздидааст ё не. чӣ хел? бигузор ӯ инро тавре хоҳад бикунад, вале ӯ бояд бо яҳё инҷо. агар гӯяд ки ба инҷо меояд, дар ҳар сурат яҳё аз пасаш равон мешавад. неъмати ба насрин занг бизан. ҳозир занг мезанам ака. худи ҳозир занг бизан. ӯро ба инҷо даъват бикун. ин масъулияти ҳаёту марг аст. ака рӯзҳо чӣ? то ба онҳо низ рафта мерасем. абдулҳай, мо бояд фаҳмем ки дар миёни онҳо заифтарин кист. ин метавонад акреб бекир, митви тургат ё ҷон бо садри бошад. яке аз онҳоро интихоб. ака, ино агар рӯзҳо бошанд, пас онҳо моро зинда намемонанд. неъмати, ман ҳозир дар ин бора фикр карда наметавонам. ман бо самуэл вомехӯрам. самуэл бо ту вохӯрдан мехоҳад? кори маро сабук гардонед. чизе ки гуфтам иҷро кунед.
санад касе аз пасам назорат мекунад. ҷин санад шумо худатон кистед? акай ришод, як кори таъҷилӣ аст, мо бояд бо ту суҳбат кунем. ту худат кистӣ? ман ёвари Пулод Алимдор. аспас ҳамоед. аспаси мо биё. мо ҳамаро дар мошин муҳокима мекунем. ин ба ту. барои чӣ? элиф эйлулро шумо дуздидед? элиф эйлул кист? дар ҳамин ҷо нигоҳ дор. хоб майлаш, адвокатро мо надуздидаем. кирве агар ин корро мекард ту мефаҳмидӣ? ин ҳама он чизест ки ман бо ин пулҳо гуфта метавонам. медонистам, ҳатман мешунидам. сардори ман хеле саховатманд аст Ришад. ӯ ба ту пули зиёд медиҳад, танҳо бо як шарт. ту акнун ба ҳар саволи мо ҷавоб хоҳӣ дод ва барои ин пулҳоятро хоҳӣ гирифт. дар ин дунё мо ҳамеша ҳушёрем. аз ҳар касе метавонем шунавем. лекин агар гӯӣ ки инро аз ман шунидӣ, он гоҳ ман ба ту дигар чизе намегӯям. ин бо пӯсат робита дорад мематӣ. вақте ки омадӣ мефаҳмӣ, яҳё ҳатман аз пасат меояд. яҳё гуноҳ надорад мематӣ. ман аз ӯ хоҳиш кардам ки бифаҳмад. яҳё дар ин ҷо дахл надорад. ин барои амнияти худат аст. ҳамроҳи ӯ биё. худоё, илоҳо бо писарам ягон ҳодиса рӯй надода бошад. полис хабар надодааст ки бо кадом сабаб такси оташ гирифтааст. шоҳидон гуфтанд ки дастҳои марди дар он сӯхта бо кишанҳо ба чамбарак баста шуда буд ва аз ҳамин сабаб аз он баромада натавонист. самуэл, ӯ омода аст то кореро ки ту мегӯӣ иҷро кунад. ман сахт афсӯс мехӯрам, самуэл. дигар шумо ҳеҷ кор карда наметавонед. пагоҳ барои ҷудошавӣ ба ҳуҷҷатҳои лозима имзо гузошта ба исроил меравӣ ва дигар асло ба рӯбарӯи ман намебароӣ. ва ту ҳам. جناب پولاد علمدار با شما واخوردن میخواد. در کجاست؟ در پس در. چیکار کنیم؟ جناب شما رو انتظار است. танҳо шумо медароед. абдулҳай дар ҳамин ҷо интизор шав. маҷбурем шуморо тафтиш кунем ҷаноб.
марҳамат гузаред. ин барои боздид вақти дер аст. ин барои ман муҳим аст. шодам ки шумо маро қабул кардед. мушкилӣ чист? шумо элифро дуздидед. элиф? ман шуморо ташвиш додам, бубахшед. шабатон хуш. ин одам чӣ кор кардан мехоҳад? ту дар куҷои элиф? خدایا شخصان نزدیکم نباید از باعث من اذیت بکشم. من این همه را برای آنها میکنم. الف را از من نگیر. самуэл, тунҷай, ипликчӣ туро дастгирӣ мекунанд. низомиддин низ агар ба қавлиш истад, ба ҳар эҳтимол ҳама бояд хуб сурат гирад. аксарият тарафдори ту хоҳанд буд. ту агар намӣ будӣ ҳеҷ кори пеш намерафт гирбе. ман аз ту қарз дорам. ба ман дӯстии ту лозим аст. мо бузург хоҳем шуд. ما البته میایم قلیچ. من مگر یگان بار به قولم نایستادم؟ آدمانی کیروی بگذار انتظار شوند. مهم آن است که تو بران شوی. این کار رو با متروی استانبول خاتمه ببخشیم. من نقشه کارهای زیر زمینی دارم. تو تیاری جناب سفیر؟ تیارم جناب. بلا زند من آخر از محبس گریختم. نخواد که از قصر گریخته نتوانم. شما با اینجا گذارید. آقا سرابال با یحیی با خوردن میخواهد.
با من چه صحبت کردن میخواهد؟ با زودی میفهمی. تو میتوانی بروی یحیی. اکا چی شد؟ این لحظیه نیست استاد، لیکن آدم آخر در آمد و زود بر آمد. میمتی، تو اگر یکون کس را میدزدیدی به آنجا میرفتی اگر تو را دعوت میکردن. نسرین بگذار درآید. بچه ها بگذار آماده شوند، ما به نزد مروی ترگوت میرویم. چرا آنها نمی آیند؟ تو با من میگویی که چی روی داده ایستاده است؟ هیچ چیزی روی نداده ایستاده است. تشکر که آمدی. این به تو. این ماشین دیپلماتی است. شما آن را نگاه داشته نمیتوانید. سفیر محترم در ماشین است. برو از ماشین. شما چرا این خیلی رفتار میکنید؟ معلوماتی به دست ما رسید، ما باید ماشین را کفت کپ کنیم. کدام ماشین را؟ شما حق ندارید. در اینجا نیست. باردان را کشا. کشا. وضعیت زیر نظارت است. مشکلی نیست. کجاست؟ من از بالای شما با وزارت کارهای داخلی شکایت میبرم. شهادت نامه هایشان را تفتیش کنید. آنها را دستگیر کنید. سلیمان، وقتی که در محبس بودم هر روز در همین باره فکر میکردم. تا صبح تنها فکر این رو میکردم، تنها در این باره. لیکن اگر آن مقداری که در این باره آرزو کرده بودم زمین را میکافتم، آنگاه کیها میبرآمدم. عزیزم، بانکی ماشین را به کار درآر. این خیلی تیزتر میرسیم. شتاب داریم. ما شتاب داریم. نمیخواهم آنها را مجبور کنم که مرا انتظار شوند. شورا هیچ کسی را انتظار نمی شود. هیچ کس حق ندارد که دیر ماند. خلیل ابراهیم همش را به ما میفهماند. او به من گفت که می آید. اکیزیا باز کمی انتظار می شویم. من وقت زیاد دارم. تا صبح انتظار شده می توانم. تنها این که
همه به قولش ایستاد. خدا خواهد ما امروز بر آن را انتخاب بکنیم. ببخشید در راه بند شدم. برای همین دیر کردم. در اصل جناب زیا کدام یک نوکر راه را بست. از عهده اداره نقلیات نبرآمد. می توانیم جلسه امان را شروع کنیم. آرام شب. الکی چند ساعت گذشت، چرا یکون خبری نیست؟ با او شاید حادثه روی داده است و شما پنهان میکنید. خاله اویشه از برای خدا بس است آخی فکری بد کردن. من باز چی هم گویم؟ به نزدیکی روم. الکی از این ناخوشی ها خسته شدم. دخترم از پولاد یگان خبری نیست؟ نه پدر عمر، شاید بار دیگر با او زنگ میزنی جانان. او آخر به هر حال الیف را میجوید. او را با سوالها تشویش نخواهم داد. اینها فهمیدن که دخترم کیست و برای همین او را دزدیدن. میفهمید؟ ایرن تو اکسیون شخص رو خوب از نظر گذروندی. او علی نیست؟ اگر علی می بود او را میشناختیم. نشناختیم. ما مگر او را میدونیم؟ چهرهش دیگر شده است. اگر قدش رو هم 2 متر نکردند کو؟ من هم آن در همین باره میپرسم. او را در روزی روشن را بودن تو باشی حتی پای خاص هم نکردی. اکا با من فشار نور. او اپا هم است. خوب شد که تو ندیدی، وگرنه نه تنها اپات رنج میدید، این یک گروهی کلونی است. من به این باور دارم. با اپا هم یکون چیز شود. من زیسته نمیتونم اکا. با او هیچ چیز نمی شود. ایرین او را به زودی میابند. در اینجا توقف کردن من است. ما هم توقف نکردیم، یک طرف است. جناب، پولاد علمدار در پایان است. با آدمانش آمده است. با شما واخوردن میخواهد. آنها چند نفرند؟ خیلی زیاد. من گفتم که شما بند هستید، لیکن او گفت که باید فوراً شما را بیند و به نزد شما تنها آمدنش کفایه بوده است. نیروهای یاررسان را دعوت کنید، او را خوب تفتیش کنید. او با اینجا تنها می آید. هنگامی گفتگو تو نیز در اینجا خواهی بود. مرا فهمیدی؟ خوب شده است جناب. Can you پیش؟ یک طرف است آخر؟ با من ده. زود زود.
با زمین زودتر. پدرم شما رو میکشد. دهانت را پوش حیوان. یعنی تو پولا در امدار هستی؟ من به اینجا آمدم تا با شما معامله بندم. پیش از آن که ما آواز میدهیم بار دیگر فهمیدن میخواستم که آیا نقطه نظری کسی تغییر یافته است؟ من سخنهای زیاد دارم. مرحمت برادر ساموئل. من پیش از همه درباره آن گفتن میخواهم که نامزدیم رو از انتخابات باز پس میگیرم. تو چرا چنین قرار برآوردی؟ من برای آن چنین قرار برآوردم که نمیتوانم در آن شورای نامزد باشم که در آن قانونهای برادری رو صرف نظر میکنند. به حرمتی به قانونهای برادری سبب برای خارج سازی میگرده. چرا گناهکار میکنی؟ زیا ایلماس به برادری ما خیانت کرده است. تنها زنها خیانت کرده میتوانند ساموئل. تا امروز زیا ایلماس برای تو تنها برادر بود. زیا ایلماس با من تهدید کرد تا که من نامزدیم را باز پس گیرم و با این تهدید به یگانگی مقدس ما خیانت کرد. هیچ کس نمیتواند با شرف من بازی کند. هیچ کس حقی به من تهمت کردن ندارد. اگر در اینجا تهدیدگر هم باشد پس او تنجای است. بگذار نقل کند کی را تهدید کرده است. جناب زیا، سر اول میشنویم که شما رو در چی گناهکار میکنند. این مسئله بگذار روشن گردد، سپس ما در موردی باقی مانده حتما نقل خواهیم کرد. در اینجا چی روی داده ایستاده است؟ آنچه که من میبینم قابل هیچ گونه شهر نیست. آفتاب به فکرم در غرب سلو کرد و روز داوری آغاز گردید. این گفتگویی که میشنوید شام دیروز میانی من و زیا ایلماس به عمل آمد. خواهشمندم همتون گوش کنید. این کارتون بی‌ناموسی است. برای مغلوب کردن من این مرد رو به بستری زنم گذاشتید و سپس ثبت نموده به من تهدید میکنید. من زنت رو مجبور کردم که در بستر بخوابد. مرا گوش کن سمی. تو خودت رو برای برون شدن سزاوار می‌حسابی. فکر میکنی که در مورد همه چیز میدانی. فکر میکنی که تمامی دنیا را به خود تابع کرده ای. لیکن تو نمیدانی که در خانه چی روی میدید. تو خودت کی هستی که برون شوی؟ این نوار را در هیچ جا پهن کردن نمیتونی جناب زیا. به این صورت نمیرسد. من در تمامی کوچه ها اعلام نامه ها می‌آویزم ساموئل. با من بازی نکن. تو رو خیلی عمیق میگرانم. تو از من چی میخوایی؟ پگاه در شورا اعلان میکنی که از دعوای برانی به نفع من دست میکشیم. شما به
سخنان انسانی باور میکنید که زنش با همه خفت خواب میکند و یا به گپی من باور میکنید؟ جناب زیا، این گفتگو در حقیقت بود؟ من شما را از بدبختی عظیم نجات دادم. شما تنها تصور میکنید که چی روی میداد اگر دیسک سموئیل به دست دشمنان میرسید؟ شما این را اگر تهدید نامید، پس آن عمل را چی نامیم که آنها میکردند؟ جناب زیا، آن کاری که شما کردید خلاف قانونهای ماست. این قانونها را من جاری کردم کلیچ. من به سموئیل نشان دادم که چخیل باید عمل کرد. به او اثبات کردم که او بران شده نمیتواند. این عموما تهدید نیست. اما سموئیل تنجی را تهدید کرده است. جناب زیا حق است. جناب ساموئل با من تهدید کرد. اگر باز دلیل داشته باشی برادر تنجی بیار. در شورایمان آن را نیز میشنویم. عزیزم تو چیکار کردی؟ برایم خیلی جالب است. من دلیل ها دارم. تو با ماشین برکش من مواد مخدر گذاشته. برادر، تو این همه را باید اثبات نمایی. من این را چخیل اثبات کرده میتوانم. من به صمیمیت هر کس باور میکنم، مخصوصا به صمیمیت برادرانمان. خیلی امیدوارم که آنها به این کار قابلیت دارند. این را چخیل فهمیم؟ من به این مناسبتی ندارم. من برادرانمان را همیشه دستگیری میکردم. تو حق داری که در انتخابات به من آواز ندهی. تو زیر فشاری هیچ کس قرار نگرفته به هر کسی که خواهی میتوانی آواز دهی. لیکن من خواهش میکنم که برای از شورا خارج کردن زیا یلماز آوازدهی گذرانده شود. این قابل قبول نیست. قاعده های ما چنینند جناب زیا. جناب زیا، شما اگر همین خیل برآمده روید، آنگاه شورای ما حق دارد که حکم قتل شما را برآورد. پس من بشینم و این مسخره بازی را نظارت کنم کلیچ؟ تشویش نکش. در رابطه با ویران کرده شدن قانونهای شورا همان زیا یلماز آوازدهی گذراندن لازم است. کی میخواهد که زیا یلماز خارج کرده شود؟ سلام مادر جان، این منم پسر. من و اکای پولاد حاضر این فیلتر رو ثبت میکنیم تا اینکه تو برای من تشویش نکشی. من خوبم. من در جای خیلی خوب قرار دارم. با هدفهای امنیتی من محل زندگیم رو به تو نمیگویم، لیکن میخوام تو بدونی که قراری اکای پولاد و خودی من هم چنین است. من دیگر نمیخوام که شما ناراحت شوید. من همه شما را سخت دوست می‌دارم. اکای پولاد گفت که روز میرسد و ما یک جای خواهیم شد. تا به اون روز رسیدن میخوام که شما خودتان را احتیاط کنید. مرا در اینجا خوب نگاه و بین میکنند. مادر جان، من قرارم را برآوردم. من کلام میشوم و منو تو وا میخوری. خواهرکم را از نام من بدوز. خدا حافظ. پسرکم. فکر میکنی که از اینجا زنده میبری؟ بله. من زنگ زدم میتوانم. تلفنم در پایین من. تو اینجا برای زنگ زدن آمدی؟ من اگر زنگ نزنم شما به من باور نمی کنید.
و اگر شما به من باور نکنید محافظتان ما را تنها نمیگذارد. هر دویمان تا تنها نباشیم من با شما گپ نخواهم زد. میمتی، جناب ترکوت با پسرش گپ زدن میخواهد. با پدر درباره حادثه نقل بکن. پدر، با سرم سلاح راست کردند. آنها هرچه گویند اجرا کن. گوشی را با برادر بیده که در پهلویت است. میمتی، من گوشی را نمیگذارم. اگر صدای تیر را شنوی، اگر آواز خشمگینی مرا شنوی و یا اگر تو شنوی که من به سوالهای دادم جواب نمیگیرم، پران میمتی. از اینجا برو. چی میخواهی؟ هر کس ضعیفی های خود را دارد. من امروز از تو را فهمیدم. تو حاضر از مرا میفهمی. شما الیف را دزدیدید؟ نه. ابراهیم اخیسکلی او را دزدیده؟ نه. او را آنی را بوده است که با ابراهیم اخیسکلی را بیته دارد؟ نه. او را اگر وی میدزدید من میفهمیدم. من به تو باور میکنم. بهر امنیت ضعیفی هایمان من بعد من و تو همکاری خواهیم کرد. تا زمانی که در مورد ضعیفی های ابراهیم اخیسکلی با خبر نشویم من همه را دانستن میخواهم. بزرگان به من بعضی چیزها آموزاندند. برای آنکه اختلافات سر نزند اکثریت را دستگیری باید کرد. ببخش جناب زیا. بلا سند، من لزیایم. من این مسخره بازی را با سرتان چپه میکنم. خدایا اگر ما بیره و بلد باشیم در این بحر سرخ غرق میشویم. طبق قانون شورای ما تعداد اعضا با راهبر نباید از 7 نفر کم باشد. من یک نفر را از نام نرگس توصیه میکنم که عضو شورای ما شده میتواند. پولاد علمدار. پولاد علمدار از نزدیکان بران بزرگمان محترم قرخانلی بود. وقتی که او زنده بود یکی از نزدیکترین دوستانی او محسوب میگردید. باور دارم که حضور او به شورای ما نیرو میبخشد. برای به شورا قبول کردن اعضای نو آوازدهی گذراندن لازم است. کی به آن راضی است که پولاد علمدار عضو شورایمان شود؟ قرار خیلی موافق. این دست
تنها برای کارهای خیلی خوب بلند می شود. اکای قلیج اگر مصلحت نمیداد به خدا این یگانه نامی بود که من دربارش فکر کردم. آه چه سبوکی حس کردم. نمیخواهید که پولاد علیم دار بران شود؟ اگر خواهد خودی حاضر برادر پولاد را جغ میزنیم و به این انتخابات خاتمه میگذاریم. بعد آنکه برادر پولاد سوگند مقدس را یاد میکند او رسما برادرمان میشود. انتخابی بران بعد آن برگزار میگردد که برادری نومان به ما همراه میشود. خدایا از تو التجا میکنم به من کمک برسان. الیف را از من نگیر. مرا با آن درد امتحان نکن که به او رساندم. کی الیف را دوست دیده است؟ او را به کجا بردن؟ الیف تو مرا ترساندی. در کجا بودی؟ با تو چی روی داد؟ آب بیارید. این چیست؟ تو ما رو نمیابی، لیکن ما تو را پیدا میکنیم. که این را به تو داد الیف؟ پولاد. همش پسی سر شد، همش گذشت.